رفتیم به زندان که قاضی میکردم در من دو پرسان تو را بری چی آوردن به زندان. گفتم قاضی دیگه گناه ندارم، گناهی ما همیز خواندیم قرآن. و من گفتم بگو علی چی کاری، بیا آنجا بکن انگشت نگاری. گفتم چرا کنی من گوش نگاری، تو و جرمدن از خبر نداری. راست بگو چقدر کشیدی تریاک، بس که تریاک کشیدی گشتی موتان. گفتم قاضی من تریاک را ندیدم، و پیشیان کردیم من داد و بیداد. بس روی من نگاه کن ای برادر، چرا شده ای ضعیف و لاغر. گفتم ناراحتی کلیه دارم، سری حرف مرا کردند و باور. سالی قاضی از مایا خلاشید، که موریش ما را خوش تراشید. مرا لخ کردن و برون میدان، چه زنا چیزی بود که روز نگوان. تن لخ دست مسئول سپردن، فرستادن مرا به سوی حمام. لباس زندانی کردن به جانم، که تکان خورد تمامی استخوانم. گرفتار گشتم به جرم ناحق، در زندان غم تا کی بمانم. حکایت دارم از دولت ایران، چقدر وقت فتادیم کنج زندان. نه قانون است نه بازخواست و عدالت، خدایا رحم کن بر خادمایان. عزیزان دوستان ملت افغان، مکن هرگز یاد تو یاد ایران. برای ملت آواره خود، که ملت بهتر است از کنج زندان. برای ملت آواره خود، که ملت بهتر است از کنج زندان. سراسر تو سفر داری به ایران، هزار خوف و خطر داری به ایران. اگر از تشنگی وطن بمیری، دیگر هرگز نگیری نام ایران. اگر از تشنگی وطن بمیری، دیگر هرگز نگیری نام ایران.